مطرح میشه، برای هستش که اوکی، اگر همزیستی مسالمانه است چگونه میتونه رخ بده در کشوری که به هر حال از نظر مشروعیت بخشی از طریق تجربه زیستی اگر بخوام اون رو مطرح کنیم، یا با تجربه فردی یا پیچیدگی‌های ساختاری و سیستماتیک نابرابری هایی که دیده میشه، میتونه انتقاد مخالفان رو برانگیزه. ولی تحلیل ما بر این هستش که در این گفتمان ما به دنبال قطب سازی و پولاریزه کردن مسائل که نیستیم هیچ، بلکه به دنبال آن هستیم که ببینیم تا چند اندازه در این وضعیت از ما به طرف گفتگو بریم و از هر گونه سوق به قطب بندی و پولاریزه شدن مسائل و تقابل به یک همدلی و تفاهم بتونیم برسیم. همونطور که در حال حاضر در ایران شاهد آن هستیم و اشاره به خشونت و تروریسم وقتی که میشه و حملات تروریستی، بمبگذاری انتحاری گرفته، مثلا از حیفا گرفته تا در اقامات حماس در 7 اکتبر و یکایی که رویدادهایی که توجیه خدمت آن افراد عرب اسرائیلی رو در ارتش دفاعی اسرائیل و متمایز دادن خودشون از به عنوان حماس و به عنوان اخوان المسلمین یک تهدیدی عرب ها احساس میکنن، نه فقط در مصر از دوران جمال عبدالناصر که اینها سرکوب شدن، همانند آن نیز در حال حاضر ما شاهد آن هستیم که یکایی که کشورهایی که در پشت این مسائل قرار گرفتن که کمک رسانی میکنن، حالا چه قطر باشه، چه ترکیه باشه، چه ایران، به دنبال آن هستن که بتونن از یک طرف هلال شیعه رو ایجاد بکنن، از طرف دیگه اخوان المسلمین و سلفی گری رو. ولی گفتمان که مطرح میشه و آن یک تهدید مشترکی رو ما احساس میکنیم در قبال فناتیزم، در قبال افراطگرایی، میتونه از طرفی باشه که افرادی به گونه‌ای رفتار میکنن و عمل میکنن که در این پولاریزه شدن جامعه اسرائیلی میتونن سهیم باشن و حتی درجه داران ارشدی رو ما یافت میکنیم که از افراد پیشینی ستاد ارتش اسرائیل میتونن باشن، چه در بین افرادی که در موساد بودن، شیبت بودن و غیره، در قبال رفرم قضایی در اسرائیل به خیابان آمدن، بر ضد نتانیاهو نیز آمده بودند و هنوز که هنوز در خیابان ها هستند و به دنبال آن هستند که تا اونجا امداد رسانی بشه به غزه. به گفته اید آنانی که کشته شده اند از آنانی که در حال حاضر فیک نیوز مسائل رو بیان میکنه، یک تمایزی ما باید بین یک حماس ایدئولوژی که اخوانی ولایتی که پشتوانه مردمی رو با زور به دست آورده و مردم سپر برای خودش قرار داده، و این تمایز دقیق بین یک ایدئولوژی تخریب خودی هست و غیر نظامی که در حال حاضر در غزه سکونت داشته و در حال حاضر این بار احساسی و با وجود تقویت پیام همزیستی که ما داریم مطرح میکنیم، به دنبال آن هستن که با پیام نتانیاهو و پیام سردمداران آمریکا من جمله ترامپ که با خرابه هایی که در حال حاضر روبرو هستند و امداد رسانی که تا به الان بعد از 1 سال و نیم می آمد و مصادره می کرد آن رو همانا حماس و با راندخاری خودش و 3 برابر قیمت به افراد با احتکار می فروخت، یک از اون ارزیابی انتقادی خودمون و یک جانب نگری و یک جانب گرایی خودمون اگه بخوایم بیرون بیایم، تا چند اندازه قضات اسرائیلی، عرب اسرائیلی داریم که همانند آنانی که آمدن
اولمرت نخست وزیر اسرائیل رو چه گرفته پرزیدنت اسرائیل کاتساو رو آمدند و داوری کردن و اونها رو به زندان انداختن، چه مدیران بانک و غیره. یعنی اعراب اسرائیلی راه خودشون رو انتخاب کردن در مقایسه با آنانی که در یهودا و سامره هستند که بیشترشون نیست تا به هر حال تا قرارداد اسلو ما عملیات روسیه آنچنانی در اونجا نمیدینیم که با اعمال حاکمیت اسرائیلی در آنجا ما مواجه بودیم و زمینه هایی که حالا چه از نظر میشه گفت اختلاف طبقاتی که بین اعراب اسرائیلی که در سطح عالی خودشون هستن در مقایسه با یهودا سامره، در مقایسه با اعرابی که در غزه زیست میکنند یا زیست میکردند، میبینیم ما نمیتونیم در باره این مسائل وقتی صحبت میکنیم تمایزی بین حماس و غیر نظامیان قائل نشیم و برای اینکه ما بتونیم در این تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز اعراب اسرائیلی که در کنار برادران خودشون، خانواده خودشون ممکنه در غزه کشته شده باشند، در کنار دیگر بتونیم در این کثرت‌کاری و دموکراسی و مالتی کالچریسم که در اسرائیل هست، این عرابه‌ای که در حال حاضر در تقابل هست در 7 جبهه که داره میجنگه، ولی شانه به شانه یکدیگر اعراب اسرائیلی، چه دروزی، چرکسی و بدویی، چه از نظر مدیریت بیمارستان گرفته، بانک ها گرفته و قضات، چه از نظر تشریک مساعی و غیره، بران هستند که نه فقط بر تکیه با داده های عینی ما بیایم عمل بکنیم، بلکه مطالعات بیشتری در این زمینه داشته باشیم، یعنی گزارش های سازمان ملل، سازمان حقوق بشری و استدلال‌هایی رو داشته باشیم که تشویق به آن داشته باشه. همینطور که در حال حاضر ما از طریق کلاب هاوس با ایرانیان در تماس هستیم و مسائل رو روشنگری میکنیم با عنوان اندیشکده پارسی یهودی ایرانیان از طریق تلویزیون پادگان، تلویزیون ایرانیان یهودی، تشویق به یک گفتگوی دو طرفه باشه و اجازه به آن داده بشه که راه حل هایی ارائه باشه و برای اینکه بتونیم این گفتمان و گفتگوی دو طرفه هست بین ایرانیان و اسرائیلی ها، بین نسل جوان و کودکانی که در حال حاضر میتونن فردای این تو کشور رو بسازند بدون ایدئولوژی که تخریب خودی و بدون ایدئولوژی که به هر حال میتونه دو طرف رو به عنوان یک جنگ هسته‌ای به اونها لطمه بزنه، بتونیم همینطور که در اسرائیل روابط اعراب اسرائیلی و یهودان در اسرائیل به صورت حالا ترکیبی از روابط شخصی میتونه استدلال سیاسی باشه یا استراتژی احساسی، این تحلیل گفتمان میتونه ما رو به یک اتخاذ راهبرد فراگیری به هر حال بیانجامه که برای کاهش تنش‌ها و تقویت همزیستی کمک بکنه، نه فقط در اسرائیل بلکه در ایران نیست که با این مسائل روبرو هستن و تنش‌ها و از نظر وضعیت اقتصادی و هنگامه‌ای که در حال حاضر با اعتصاب کامیونداران و مواد غذایی و کلافه شدن مردم از وضعیت به هر حال ارز که و ارزش پول که به کمترین درجه ممکن رسیده باشه $1,100,000 شده باشه، در کنار یکدیگر باشیم و از روی روشنگری و پرسش هایی که مطرح میکنیم بتونیم مباحث رو به پیش بریم. با سپاس که در کنار من بودید. مهرداد اریمی، اندیشکده پاسدار ایرانیان و تلویزیون یهودیان ایرانی و پادیاوند، پخش مستقیم از اورشلیم.